بخشیده و گرامی داشت روز جوانان تاجیکستان روز یکشنبه هفته سوم ماه می دوی ملی برگزار گردیده جوانان و نورسان زیادی شرکت می‌نمایند. مسئولین ناحیه کلی ورزشکاران و ساکنان را به این روز شادباش گفته غمخوری‌های روزافزون ثروت دولت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان را در حق جوانان نیک ارزیابی داشتند. واقعا هم دوی ملی و ماراتون ولسیپدرانی از جمله چاره‌بینی‌هایی میباشند که مردم را به هم می‌آورند، دوستی و همدیگر فهمی را تحکیم می‌بخشند و برای ترغیب طرز حیات سالم زمینه مساعد فراهم می‌آورند. همگان از کوچه مرکزی ناحیه که مکان برگزاری دوی ملی اعلان گردیده بود به دویدن شروع کردند. سپس میان گروه ولسیپدرانان مسابقه آغاز گردید. زیاده از 100 نفر در این مسابقه شرکت کرده غالبان مره را فتح کردند. در دویدن به مسافه 500 متر و 1000 متر ورزشکاران به گروه ها تقسیم گردیده مهارت بلند ورزشی نشان دادند. اکثریت اهالی ناحیه را جوانان تشکیل می‌دهند که آنها دوام دهندگان کار و فعالیت نسل کلانسال، نیروی سازنده و اقتدار واقعی پیشرفت جامعه و آینده ملت و دولت محسوب می‌یابند. در مسابقه‌های ناحیوی ولایتی جمهوری ورزشکاران ناحیه تا این دم صاحب زیاده از 60 مدال و جایهای افتخاری گردیدند. در آخر به غالبان دوی ملی و ماراتون ولسیپدرانی تحفه‌های مقامات اجرایی ناحیه و بخش کار با جوانان و ورزش تقدیم کرده شد. حسن زاده گلیزار، دلیر شریف، نمازلی ارگش، اخبار ناحیه کوشانیان.